به نام اهورای پاک در حال حفاری یک مقبره، یعنی مقبره ساسانی. عزیزان همیشه اینو توجه داشته باشید، اینو 10 بارم گفتم توی پست‌های قبلی. همیشه جایی رو حفاری میکنید یعنی که مقبره، یعنی غار زیر صخره، خیلی کارهای مهمیه. ببینید حدوداً یه 3 متر یا الی 4 متری خاک‌ها، یعنی ماسه بادی اینجا، یعنی ماسه بادی کار شده و خیلی نرمه. عزیزان یه لحظه خاک‌ها رو به کاوشگرای عزیزمون نشون بده. خاک‌ها ببینید چقدر ماسه بادی، یعنی هر جایی که عزیزان ماسه بادی کار شده اونجا 100% تایید. خاک از اونجا شروع شده، خاک دقیقا از اونجا شروع شده. احتمال 90% قبر حدوداً باید وسط های غار باشه، نه که ته، احتمالاً وسط.